با درود به هموطنان گرامی، من امین بیات هستم. امروز دوشنبه 20 اکتبر 2025 می باشد. صحبت امروز من درباره عملکرد در واقع اینکه چرا دستان جبهه ملی کج آستین بیرون می آید و در خاتمه در واقع مقایسه بین نیروهای چپ خدمتتون ارائه خواهم داد. در شرایطی که اکثریت مردم در ایران در مسیر و جهت برچیدن بساط ننگین جمهوری اسلامی قاطعانه کمر همت بستند، یک بار دیگر همچون اوایل انقلاب 57 افرادی تحت نام جبهه ملی بر این باورند که بدون حمایت اسلامیست‌ها نمیتوان به دموکراسی رسید. در گذشته افرادی چون سید حسین موسویان و امثالهم در واقع طی درخواستی کتبی از رئیس جمهور وقت آخوند امنیتی به نام روحانی تقاضا میکنن که من قسمتیش رو در اینجا قرائت میکنم. اون نامه طولانی است و من 2 خطش رو در اینجا در واقع براتون تکرار میکنم. میگن که یعنی خطاب به روحانی میگن که پس از حوادث اعتراضی جنجالی و وزیر محترم کشور رو و سایر مقامات جمهوری اسلامی کراراً اعلام نمودن که دولت با تجمعات قانونمند مردم مخالف نیست و مردم حق آزادی بیان دارند و میتوانند پیشنهادات خود را در امور کشور مطرح کنند و خیلی چیزای دیگه که در واقع نوشتن هست، سندش در ارگان خود جبهه ملی هم هست. متاسفانه امروز هم بعد از در واقع 47 سال همان سیاست شکست خورده را دنبال میکنن. قرار است مثلا در خارج از کشور آلترناتیو درست کنن. دست به دامان مشتی مذهبی طرفدار بنی صدر شده. نزدیک به نیم قرن تمام عوامل مرتجع جمهوری اسلامی توهم پراکنی کردند و احمقانه کشور و مردم ایران را نابود و برباد دادند. دارودسته بنی صدر و طرفدارانش در انقلاب 57 تا فرار بنی صدر در همه جنایات سعی بود، یعنی حتی در پاریس و بعد از آمدنشون در پاریس در دانشگاه ها در کردستان و تمام عملکردهایی که در واقع رئیس جمهور یک کشور اسلامی در واقع انجام میداد. و دوباره امروز با مغزهای علیل و پوچ خود با شعارهای توخالی در واقع که در کنار عوامل جمهوری اسلامی در گذشته میدادن، از جمله آرمانهای فلسطین، روز قدس و نابودی اسرائیل و همچنین صدور انقلاب و حلال شیعه، در واقع چون اینا مسلمانن دیگه، یعنی امروز هم هنوز معتقدن که این اسلامی که در واقع خامنه‌ای داره پیاده میکنه یا خمینی پیاده کرد، این اسلام نیست و اسلامی که بنی صدر در واقع در رأسش قرار داشت اون اسلام واقعی است. و حتی دیدیم که وقتی که بنی صدر فرار هم کرد، در واقع حتی ائتلاف اسلامیش با مجاهدین خلق که یک نیروی مذهبی هم بود در واقع ناکام. و رژیم خمینی هم همه مردم شاهدش هستن و نیروهای سیاسی هم همچنین که در قعر دره فلاکت و بدبختی در لجنزار ویرانی اقتصاد اسلامی در واقع افتاده و راه نجاتی هم ندارد، که حتی مزدوران جیره‌خوار در واقع رژیم اسلامی از خمینی و سید علی بیمار روانی و مزدور بیگانه را
مردم روی برگرداندن. یعنی دیگه اعتمادی به در واقع عوامل و سران مذهبی نظام جمهوری اسلامی مردم ندارن. رهبر در واقع جنایتکار خودخوانده و توهین‌مغز با تحلیل‌ها و شکست‌های مفتضحانه نظامی با آشفتگی به عقیده قرون وسطایی و شکست مذهب در ایران در واقع مواجه شدن. حالا بخش زیادیش رو مردم باعثش شدن و بخش عمده‌اش هم آمریکا و اسرائیل با این در واقع بمباران و البته عملکردی که خود نظام اسلامی در منطقه داشته موجب شد که در واقع شرایط نظام جمهوری اسلامی به شرایط امروزش برسه. یعنی نه راهی پیش داره نه راهی پس. رهبر جنایتکار و خودخوانده و توهین‌مغز با تحلیل‌های بیجا و ابلهانه نتوانست حتی سرداران جنایتکار سپاه و مزدوران ارزشی و امنیتی که با دزدیدن ثروت مردم در واقع راه فرار را پیش گرفتند را نگه دارد. بخششون فرار کردن، بخششون کشته شدن، بخششون هم در مخفیگاه ها به سر میرن، جرأت عرض اندام ندارن. ننگ و نفرین بر شما و رهبران الدنگتان، یعنی منظورم عوامل وابسته به جمهوری اسلامی است. هر دو توهین‌مغز و شما پاسداران پوشالی که در حمایت در واقع نیروهایی مثل جبهه ملی مذهبیان نهضت آزادی و چپ‌های وابسته در اول انقلاب به قدرت رسیدید و از آنها در واقع از عوامل در واقع دست نشانده بیگانه، یعنی در پاریس تمام افرادی که در پاریس بودن میدونستن که در واقع یعنی در اونجا خودشون ملی و دموکرات و آزادیخواه و مسلمان در واقع معرفی کردن، ولی دست نشانده در واقع دولت فرانسه، انگلیس و آمریکا بود، از جمله بنی صدر. به هر حال عرض کردم که این نیروها در واقع از حمایت کردن تا جمهوری اسلامی به قدرت در واقع قدرت رو به دست بگیره که عملکردی به جز دزدی، جنایت و کشتار مردم و خانه خرابی و ویرانی و گرانی و در واقع غیر و ذالک هیچ در واقع ارمغانی برای مردم نداشت. شما و رهبرتان لکه ننگی در تاریخ سرزمین ایران از خود به جای گذاشتید، یعنی پاسداران و آخوندها و عوامل وابسته به در واقع هیئتی که خودشون رو رهبری این جریان خطاب میکنن و باید این رفتار احمقانه و جنایتکارانه شما درس عبرت برای نسل آینده باشد که شده امروز مردم هستن که شما رو به این روز نشاندن. برای فرزندان و نوادگان سرزمین پهناور در واقع ایران که متاسفانه هنوز بعضی ها در مسیر اسلام شکست خورده و مورد تنفر مردم گام برمی دارن. منظورم جبهه ملی و طرفداران و عواملی هستن که در واقع الان قصد ساختن آلترناتیو دارن. حالا با این شرایطی که در واقع کوتاه توضیح دادم و عملکردی که جمهوری اسلامی در دستور کارش داره، آوردن نیروهای بیگانه به ایران است. برای چی نیروهای بیگانه رو به ایران میارن؟ تنها و تنها برای روز مبادا
که در واقع مردم علیه کلیت سیستم قیام کنن و قصد برچیدنش رو داشته باشه. این نیروها رو آوردن در ایران که در اون زمان اینا رو مسلح به خیابون بیارن و موجب سرکوب مردم توسط اینا بشن. از جمله دانشگاه‌های ایران امروز با حضور، یعنی خودشون میگن نه اینکه ما شمرده باشیم و اینا، با حضور 80,000 دانشجو از گروه تروریستی حشد شعبی اشغال شد. دانشگاهی که جوانهای ایرانیش در واقع آرزوی رفتن به دانشگاه رو دارن، بدون کنکور، بدون هیچ در واقع امکاناتی، اینا رو پشت در دانشگاه در واقع در انتظار نگه می‌دارن و 80,000 دانشجوی تروریست در واقع عرب رو در واقع آوردن و به عنوان دانشجو کردن تو دانشگاه و مخارجشون رو دارن میدن و اونا رو دارن تربیت میکنن که یک روزی سرکوب مردم رو در دستور کارشون قرار بدن. تو گویی که در واقع دانشگاه متعلق به آنهاست. قوانین مهاجرتی هم که به همت جبهه پشتیبان امت اسلامی و مجلس روز به روز به نفع آنها میچرخد، به نفع امت افغانی، عراقی، لبنانی، سوری، حوسی و غیره، و به تحقیر ایرانی در واقع دست جمعی میپردازد. و شما رهبران به اصطلاح ملی و مذهبی به دنبال اسلامیست ها و مذهبی ها سینه چاک میکنید. چه تفاوتی است در واقع بین شما و عوامل جمهوری اسلامی؟ شما دنبال قدرت و ثروت و مکنت هستید، از راه اسلام میخواد به اونجا برسید، اونا هم که رسیدن دیگه، حالا پایان کارشون. آخوند مزدوری، در واقع آخوندهای مزدور بر این کشور چنان تحت نام اسلام و دین حکم میرانند و دین و دنیا را با هم ویران کردن، تا اینکه مردم از دین متنفر شدن، از بس جنایت کردن، تحت نام دین مردم را از خود راندن و مردم را پشیمون کردن و مردم دنبال چاره دیگر هستند. و شما آرزوی یک حکومت عقب مانده دینی را با توهم پراکنی در واقع دامن میزنید. همان گونه که آرزوهای افراد مرتجی چون بنی صدر به گور رفت، آرزوهای شما هم پایان خوشی ندارد. همچنان که سرداران جنایتکار و سپاه آرزوهایشان را به گور بردند، بنیانهای حکومت اسلامی هر لحظه و هر روز در حال فرو ریختن است. چه شد که چشم بینای خود را از دست دادید؟ مردم فردا در مقابل شما هم ایستادگی خواهند کرد. هر چقدر مخفی کاری کنید، پشت کله شما اسلام و اسلامیست ها و رفتار اسلامیست. درک شما از اتحاد و مسئولیت پذیری چی شده؟ چرا از نقد در هراسید؟ به نظرم بحران‌های فراوان گلوی شما را می‌فشارد. میلیون‌ها زن مبارز در جنبش زن زندگی آزادی نه به حجاب اجباری گفتند و نه به جمهوری اسلامی. اقتدار و اعتبار جمهوری اسلامی را پایین کشیدند و از اسلام گذر کردند و شما تازه وارد همکاری با اسلامگرایان برای تشکیل حکومت آینده و تشکیل آلترناتیو شدید. از طرفی دیگه در 7 اکتبر که با کمک رهبر و پاسداران با حراج ثروت مردم ایران قرار بود با مشتی تروریست حماس اسرائیل را نابود کنند، با بمباران 12 روزه و کشتار سران سپاه چه رذیلانه و با خواری تمام به زیرزمین ها پناه بردید.
و با ضربات تحقیر کننده به سیستم و نظام در واقع اطلاعاتی و امنیتی تا موجب این شد که دیگر رژیم قادر به بیان و نگهداری خود و اقتدار دروغینش نباشد. تنها و تنها در واقع قدرت شما علیه مردمه، یعنی مردم بی سلاح دست خالی و شما با اسلحه در واقع تلافی کشتاری که اسرائیل و آمریکا در واقع از سران سپاه کردن در واقع میخواد از دست مردم به در بیارید. ستون فقرات به هر حال تا به حال چنین دیده میشه و چنین برداشت میشه که ستون فقرات رژیم اسلامی شکسته شده. از محور مقاومت و بازدارندگیش چیزی باقی نمانده. هر آنچه رشته بودند به قول معروف پنبه شد. علی مانده و حوزش. به خاطر غنیسازی اورانیوم چه فاجعه‌ای گریبانگیر ملک و ملت در واقع این جانیان کردن، چه ثروت‌های میلیاردی که به هدر دادن و سفره مردم را خالی کرده و به فقر و بدبختی کشیدن. دنگ بر شما. از جانب دیگه در گذشته در واقع در قراردادهای بین المللی که بسته میشد، از جمله پیمان اسلو، پس از سالها مناقشه به اختلافات پایان داد. یعنی برقراری این پیمان به اختلافات بین در واقع فلسطین و اسرائیل پایان داد و اسرائیل را در واقع در اون دوران با این پیمان به رسمیت شناخت و نتیجهش منجر به تشکیل دولت خودگردان فلسطین شد. پس از انعقاد پیمان اسلو، جمهوری اسلامی حمایت خود را از جنبش فتح قطع کرد و از حماس یک جریان تروریستی در واقع پشتیبانی کرد. امروز حماس هم مجبور به انعقاد پیمان صلح شده، گرچه قلابی است این پیمان صلح، ولی در واقع و شکننده از دو طرف، همونجوری که حماس بعد از اینکه اسرائیلی‌ها عقب نشینی کردن دست به کشتار زد. جمهوری اسلامی از موضع شکست و ضعف اقدام حماس را در واقع مورد پشتیبانی قرار داد. یعنی وقیحانه از یه طرف میگه که اسرائیل رو باید نابود کرد، از یه طرف حالا که یه پیمان اجباری در واقع بسته شده مجبور به پشتیبانی از تروریست‌های حماس شد. جمهوری اسلامی چیزی جز ندامت و پشیمانی برای خود به جای نگذاشته، مجبوره در واقع به خواری و ذلت بیفته ولی بازم شعار بده. حالا با این توضیحات سیاست امروز جبهه ملی و حزب سوسیال دموکرات در واقع در خارج همانند سیاستی بود که رئیس ساواک در دوران شاه ثابتی در برابر آخوندها به کار برد و در 10 سال آخر حکومت شاه سیاست پرویز ثابتی این بود که شاه را متقاعد می کند تا به اسلامگرایان از هر لحاظ چه در زندان و چه در حوزه های علمیه پروال بدهد که در مقابل گرایش های مارکسیستی در واقع پادزر تولید کند و دیدیم که به نتیجه نرسید و شاه را هم از ایران بیرون کردن. مطمئن باشید که شما هم به نتیجه نخواهید رسید و اسلام از ایران
بیرون خواهد رفت، یعنی مردم دیگه اسلام رو نخواهند پذیرفت. حالا حکایت رهبر سوسیال دموکرات و رهبر جبهه ملی که با همکاری و حمایت از مذهبی های آن هم بنی صدری که دارای پرونده به قول معروف شبیه خمینی هستند، شبیه خامنه ای هستند، چیزی جز پادزهر دادن در مقابل مارکسیست ها توسط عوامل مذهبی بنی صدری نیست. شما بالا برید پایین بیاید، این نظر من است و شما در این راه شکست خواهید خورد. حالا حاکمیت در واقع جمهوری اسلامی، حکایت و ادامه جنایاتش، حکایت رهبر سوسیال دموکراتی و جبهه ملی است که براتون مثال دادم. به نظر من آدم‌های غیر دموکرات نمیتوانند مدیران خوبی باشند. تجربه نشان داده است که برای رسیدن به یک جامعه دموکرات لایک تنها به مدیریت دانش برتر و تصمیم گیری مدرن نیاز است که نه حزب سوسیال دموکرات، نه رهبریش و نه اعضاش، و نه جبهه ملی، نه رهبریش و نه اعضاش از آن بهره‌ای ندارن. اگه داشتن تکرار 57 رو در واقع در دستور کارشون قرار نمیدادن. معنای واقعی شکست سیاسی در تصمیم گیری های بیجا و غیر عقلانی این دو جریان نشان از فروپاشی کامل روان و به طور حد در تاریخ این ابتکارات نادرست به یادگار در دو جریان در تاریخ ثبت خواهد شد و زبانزد خاص و عام خواهد گردید. امروز نمیتونیم صحبت کنیم. مردمان ایران از اقشار مختلف اجتماعی امروز در نقطه سرنوشتاد تاریخ خود قرار دارند و با چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی روبرویند. ما باید مسئولیت سیاسی و تاریخی خود را حفظ و آن عمل کنیم. اختلاف نظر را تهدید نشماریم. ما با هم اختلاف نظر داریم، قصد برخوردهای بعدم من ندارم، ولی عمل شما مورد در واقع اختلافه. در سال 97 بنابر خواست کتبی سید حسین موسویان از رژیم جمهوری اسلامی این بود که برای عبور از بحران‌های روزافزون برداشتن 3 گام را در درخواست در واقع از رژیم کرد. 1. آزادی زندانیان سیاسی. 2. برقراری آزادی‌ها و احزاب اجتماعی و انتخابات. 3. تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح ساختار قدرت. که از این جملات و از این خواسته ها در برنامه‌های جبهه ملی و حزب سوسیال دموکرات هم زیاد در واقع پرطمطراق پیش پرداختن، ولی در واقع خواستهای آقای موسویان به ظاهر بسیار خوب و اما از کی این درخواستها رو کرده؟ از چه کسانی و چه رژیمی؟ از مشتی عرب تبار، جانی، آخوند جنایتکار تازه به قدرت رسیده، از یک دولت تروریستی اسلامی که از روز اول تصاحب قدرت با کمک سرمایه‌داری جهانی هدفشان سرکوب، شکنجه و اعدام و زندان سیاسی بوده است. از کدام آزادی احزاب، کدام انتخابات آزاد؟ همه از سران رژیم جنایتکار اسلامی خواستار مجلس مؤسسان برای اصلاح ساختار قدرت. آیا واقعا آدم شک میکنه به اینجور آدما؟ با کمی تفکر عقلانی در مورد این درخواست‌ها
در میابیم که این درخواست‌های آقای موسویان از رژیم جنایتکار اسلامی نشان میدهد که او به دنبال اصلاح رژیم مذهبی است، بوده و هست و امروز هم به دنبال همین خواست باشه. در واقع پیروی میکنه از سران گذشته جبهه ملی در دوران انقلاب 57 و در واقع یه جوری سرگردان و گیج، در واقع معلوم نیست اینا چی میخوان و این در حالی است که حزب او از جانب همین رژیم مرتد اعلان شد. یعنی یک آدم مرتدی دوباره به التماس افتاده. التماس کی؟ داردسته بنی صدر که رئیس جمهور خمینی بوده، دست نشانده سرمایه‌داری جهانی بوده برای اینکه جامعه ایران و آزادی و دموکراسی نرسه و چپ‌ها نتونن به قدرت برسن. اینا هنوز در نیافتند که دشمن اصلی مردم ایران بیگانه نیست. حالا بیگانه به دنبال منافع ثروت و در واقع مالیه، ولی دشمن اصلی اسلام است، آخوندها هستند، عواملی که حالا در هر جریان سیاسی که باشه، حتی در جبهه ملی، نیروهای مذهبی درون جبهه دشمن اسلامن، خودشون هم شاید ندونن ولی دشمن اسلام. از روز اول انقلاب، در واقع انقلاب مردم، جبهه ملی رهبران بیکفایت آن روزش و اعضای بی‌هویت اون روزش در خدمت تشکیل دولت مذهبی خمینی همه دستبسته قرار گرفتن و حتی به دستبوسی خمینی در پاریس رفتن و تعهد به مزدور بیگانه دادن و بزرگترین خیانت را به مردم ایران کرد. حالا باز هم برید دنبال این که داردسته بنی صدر، فراری و در خاک خفته و یه مشت در واقع مرد پرستی که هنوز به دنبال اهداف بنی صدر هستن، در واقع دنبال روی از اونا بکنید، اونا رو به رهبری بگمارید، اونا رو در واقع بیارید در درون اپوزیسیون و دوباره خاک به چشم جوانان وطن بپاشید، ولی کور خوندید. این بار دیگه کور خوندید. جوانان آگاه شدن، از مذهب تنفر پیدا کردن و به شما چنین اجازه ای رو نخواهند داد. حالا به هر حال من بخش دوم این قضیه میخوام بپردازم، داستانی که حالا فقط مسئله مذهبیان نیست یا جبهه ملی و سوسیال دموکراسی، بلکه مسئله من چپ هم هست. چند نوع چپ داریم. من بر این نظرم که در صحبت کردن از چپ باید خیلی حساب شده برخورد کنیم. یعنی چپ رو با یک چوب نزنیم. چپ انواع و اقسام مختلف داره. چپ ایرانی، از چپ وابسته و چپ مستقل و غیر و ذالک تشکیل شده است. وابسته هاش رو میدانید، مثل حزب توده، مثل نمیدونم نیروهای دیگر شبیه اون، و چپ های در واقع دیگر دموکرات و آزادیخواه و چپ های مستقل در واقع شکل در واقع چپ ایران رو تشکیل دادن که در بزنگاه تاریخ 47 ساله اخیر نقش مؤثر ایفا کردن، هم مثبت هم منفی. دو گرایش یا دو نظر در بین در واقع متنی یا سخنرانی هایی که آدم ازشون یا نوشته هایی که ازشون میخوره، عملکردشون و انتشاراتی که در واقع دارن جلب نظر میکنه. اولین، چپی که رهایی اجتماعی مردم و جامعه را در اسارت اسلام و جمهوری اسلامی با مبارزه با سلطه بیگانه گره میزند و در مقابل سلطه داخلی حال
حالا جناح‌های مختلف مورد نظر است، با اما و اگر در واقع پیش می رود و در واقع عمل کردی که در انقلاب 57 انجام داد کمتر از یعنی خیانتی که کرد کمتر از جبهه ملی و مذهبی های نهضت آزادی و ملی مذهبی ها و غیره نبود. فکر میکرد که خمینی یک شیاد و حقه‌باز از پاریس میره قم و حکومت دو دستی تحویل این در واقع نیروهایی میده که مسئلهشون مسئله ثروت و قدرت. دومی چپی که طرفدار بدون قید شرط مردم با همبستگی مدنی و مبارزه در دفاع هم در واقع همزمان از کلیت جامعه در برابر دو سلطه داخلی و خارجی در واقع تأکید در واقع مستقل انجام میده. یکی در کنار قدرت همیشه جا خوش کرده و می کند مانند دوران انقلاب به عملکرد خائنانه بخش بزرگی از چپ و دیگری تلاش می‌ورزد تا صدای رهایی مردم باشد و به خصوص رهایی طبقه کارگر، چون اکثریت جامعه است. بخشی از چپ 57 مدافع جمهوری اسلامی شد و موجب شرمساری و اگر از کردار زشت خود پشیمان در واقع نشده باشه که به نظر من شده و عقب نشینی اگر نکند، یعنی آشکار عقب نشینی نکند یا نکرده باشد، مایه شرم در واقع شرمساری خواهد بود که البته به نظر من بخش مستقل چپ اکثریت چپ های ایران رو تشکیل میدهند. نیروهایی هستند مردمی، نیروهایی هستند آزادیخواه و هدفشون فقط پیاده کردن عدالت اجتماعی در جامعه است. منظور من از چپی که اینجا بهش ایراد دارن چپ های وابسته است، چپ هایی که در انقلاب 57 به مردم خیانت کردن. چپ یا چپی که تنها جمهوری اسلامی را از لحاظ مقاومت همیاری و پشتیبانی کرده و در انقلاب تصوری غلط داشت که میپنداشت و ارتجاع مذهبی را ضد امپریالیست در واقع ارزیابی کرد و همچنین ضد سرمایه و عملکردش را انقلابی به اشتهای تحریر درآورد، در حالی که سرمایه‌داری شاه را برد و نوکر جدیدی به کار گمارد و این نوکر تازه وارد پس از کسب قدرت شروع به توطئه اسلامی کرد و شعار اسرائیل باید نابود شود سر داد. ولی چپ سرگردان آن زمان در برابر ستم طبقاتی داخلی علیه اکثریت جامعه نقش مؤثر ایفا نکرد و به دام ابزارهای توجیه قدرت داخلیش فرو رفت. این چپ عملاً ضربه محکمی بر پیکر جامعه و چپ مستقل ایران وارد کرد و مخالفین چپ، یعنی همه چپ را با یک دید غلط تجزیه و تحلیل در واقع در آن دوران کردن. امروز مخالفین چپ همه چپ رو میزنن، یعنی جدا نمیکنن، نمیگن آقا حزب توده خائن این کارو کرد، اکثریت خائن این کارو کرد، همه چپ رو با یک چوب میزنن. نیرویی که وظیفه‌اش تبلیغ صدای کارگران و زحمتکشان آزادی خواهان بوده، چپ مستقل و هست امروز هم، به پشتیبانی حکومت ارتجاعی پرداختند در واقع چپ‌های وابسته و عدالت اجتماعی را قربان توهمات مشتی اراذل و اوباش مذهبی و آخوند کردند و آزادی سیاسی مردم را بازیچی دست حکومت قرون وسطایی اسلامی در واقع کردند و از ریشه طبقاتی خود را جدا کرده، یعنی عملکرد طبقاتی خود را جدا کرده و در خدمت اهداف حکومت ارتجاع قرار گرفت. این چپ عملاً نوا مردم
نه در کنار مردم و خود را پشت سر حکومتی وحشی و عقب مانده پنهان کرد و گاهن در نماز جمعه ها مخفیانه میرفتن شرکت میکردن، یعنی لباسای طوری میپوشیدن که کسی نشناسنش. و غرب ستیزی این چپ نه از روی نقد اساسی به سرمایه‌داری جهانی که از موضع دفاع و رفتن زیر سلطه دولت‌های سرمایه‌داری دیگر از جمله چین و روسیه که امروز در لحاظ عملکرد هیچ تفاوتی با امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا ندارند و تبدیل شده به یک سرمایه‌دار نوین در منطقه به دنبال منافع در واقع دراز مدت خود می باشد. این چپ اگر چه در مبارزه خود را وارث سنت ضد امپریالیستی قلمداد می کند، اما عملش و کردارش در گذشته در تثبیت حکومت ایدئولوژی اسلامی بوده است. حالا چه انتظاری از نیروهای بورژوازی مانند حزب سوسیال دموکرات جبهه ملی ما میتوانیم داشته باشیم که هم در گذشته چنین عمل کردی در خدمت به عوامل در واقع مذهبی داشتن و امروز هم از گذشته درس عبرت نگرفتن و در کنار بخش مذهبی تحت نام مذهبی های بنی صدری انقلاب اسلامی علیه چپ شاخوشانه میکشن، شرم هم نمی کنن که بخشی از این چپ در دوران جنگ 12 روزه و حمله و تجاوز اسرائیل به خاک ایران کوشید مردم را به همبستگی در کنار رژیم تروریستی اسلامی فرا بخواند و از پاسداران تروریست حمایت کند و موجب شدند که رژیم تروریستی هر صدای معترض را بازداشت و خاموش یا سرکوب کند. و دیدیم که چپ مستقل برعکس اینها صف مردم را از حکومت جدا کرد، در برابر تجاوز خارجی ایستاد و بدون اینکه خود را ابزار دست تبلیغات رژیم کند و در عمل دفاع کشور و مردم و به رژیم مشروعیت نداد. از مردم دفاع کرد علیه رژیم و مشروعیت رژیم هم در واقع بیشتر زیر سوال بود و تبلیغ کرد که با هر نیروی خارجی چه شرقی و چه غربی باید مقابله کرد و مبارزه کرد و تهاجم به مردم و کشور را در واقع عمیقاً و قویاً محکوم کرد و همچنین سعی کرد که دفاع از وطن و مردم را کاملا روشن بیان کند و دفاع از رژیم را محکوم و جنگ طلبی پاسداران را در واقع شدیداً محکوم کرد. حالا از انقلابات گذشته در واقع همچون انقلاباتی در جهان در تاریخ به وقوع پیوست، از جمله اکتبر، انقلاب چین، انقلاب روسیه، کمون پاریس، کوبا و که بخشی از چپ ایران کپی برداری کرد که امروز دیگه به آنها هیچ اعتباری در واقع نمیتوان قائل شد و در واقع شکست چپ هم موجبش همین بود که خود را در واقع یه جوری وابسته، بخشش به چین، بخشش به روسیه، بخشش به کوبا، بخشش نمیدونم به غیر و ذالک وابسته بودن. همه را امروز باید فراموش کنند، آن هم به قصد پیاده کردن در جامعه اسلام زده ایران. یعنی چپ وابسته بود ولی میخواد در واقع اون چپ وابسته رو بیاره تو جامعه ایران تبلیغ کنه، مردم رو بهش در واقع بهش پیوند بزنه و در خدمت بیگانه قرار بده. در واقع چپ باید با گذشته خود تصفیه حساب به نفع مردم و طبقه کارگر انجام بده.
مارکسیستی که دنبال مذهب و همکاری با مذهبی ها یا اسلام باشد به درد هیچ چیزی نمیخوره، چه برسد به اینکه حرف از دموکراسی و آزادی و حتی عدالت اجتماعی بزنه. خود دروغه، کلکه. به وسیله این حرفها میخوان مردم رو اخفا کنن و دوباره به قدرت برسن. اگر مردم به آگاهی نسبی سوسیالیست دست نیافته باشند، هرچه در واقع وضعیت سرمایه‌داری در واقع پیشرفت کند و دستاندازی به روی جوامعی مثل جوامع ایران بکنن، باید موضوعیت در درون چپ، موضوعیت در واقع استثمار و سرکوب طبقه زحمتکش بیشتر بهش دامن زده بشه. در واقع سرمایه‌داری هم به دنبال سود بیشتره و اعتراضات طبقاتی در این مرحله باید در واقع گسترش بیابه و پرشورتر و سازمان یافته تر بشه و در این مرحله دموکراسی شورایی را در واقع باید تقویت و به آن پایبند هم خودی نیروها بشن و هم مردم رو تبلیغ کنن که به در واقع شیوه دموکراسی شورایی در واقع جامعهشون رو به پیش ببرن. به هر حال آیا لیبرال ها و ملیون به این مرحله درجه از رشد و فکر و آگاهی رسیدن که دریابند سمت و سوی مبارزه را و سمت سوی مبارزه را در واقع تشخیص بدهند و از اسلام ارتجاعی و هوادارانش فاصله بگیرند، از روش مبارزه که به آن تأکید می‌ورزند اولا میگویند که دموکرات هستیم، یعنی همشون، هم نیروهای حزب سوسیال دموکرات و هم نیروهای جبهه ملی و هم بخش‌هایی مثل اکثریت و غیر و ذالک. اولا میگن که به هر حال میگن که دموکراتیم، خودشون دموکرات جا میزنن. ثانیاً از روش‌های مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز سخن می‌گویند که به ظاهر زیبا هم دیده میشه، یعنی اینجوری نیست که تأثیر نذاره این حرفا، اما فکر نمی کنن که چطور میتوان با این روش ها، با رژیم های استبدادی و سرکوبگر فاشیست اسلامی در واقع با شیوه مسالمت آمیز برخورد کرد و آن هم موفق هم شد، با دست خالی در مقابل در واقع انواع و اقسام اسلحه و جانیانی که به خاطر یک روسری آدم میکشن، در واقع در زندان ها شکنجه میکنن و اعدام هاشون در واقع در جهان معروف شده. عقل هم به هر حال خوبه. درسته که شما ها به دنبال سرمایه و زندگی در آینده سربار جامعه هستید، منظورم جبهه ملی و حزب سوسیال دموکراسی و امثال هم هستید. روانشناسی و درک درست از مشکلات جامعه اما ندارید و مسئله عمده نسل جوان در ایران امروز را نمیتوانید به تنهایی حل کنید، نه شما و نه نیروهای چپ و نه در واقع اگر به توافق عمومی نرسید، یعنی هر کس به سهم خودش در تشکیل آلترناتیو اگر حضور نداشته باشه، شما هیچکاره هستید. زیرا تا جامعه از قدرت سرکوب استبداد حاکم رها نشود و در این ارتباط باید توسعه ملی را به نفع اکثریت رشد بدهیم، یعنی اینکه همه باید این کار رو بکنن، هم نیروها هم مردم، بدون اینکه توجه خاص به توسعه ملی داشته باشیم به اقتصاد پایدار در یک جامعه ایران یا
یک اجتماع سالم نخواهیم داشت در آینده. هر چقدر هم تلاش بکنید در واقع تضاد طبقاتی در درون جامعه یک روز در واقع به حرکت در خواهد آمد. به هر حال اگر عرض کردم جامعه سالم نباشه، اگر معتقد به توزیع عادلانه ثروت نباشیم، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، بهبود محیط زیست، دموکراسی مشارکتی را به کار نبندیم و به آنها اعتقاد سالم و مستقل نداشته باشیم، در مقابل نیات و اهداف اقتصاد سرمایه‌داری که در تقابل با عدالت اجتماعی در حرکتن، بازنده خواهیم شد. همه این گونه مسائل باید در سطح ملی تر و مورد بررسی قرار بگیرد و همه در آن مشارکت داشته باشن، همه نظرشون رو بگن. کسی حق ندارد جلوی نظر دیگری رو بگیرد، کسی حق ندارد سد راه آزادی خواهان بشه. کسانی که در برنامه سیاسی خود و عملکرد روزانه‌شان چپ و تلاش‌های چپ را نادیده می‌گیرند، چپ مستقل منظورم هست، و عملکردشان علیه چپ میباشد به طور کلی، در مسیر حرکت چپ مانع ایجاد تولید میکنند و آنها را به شیوه غیر دموکراتیک از صحنه خارج میکنند، دیگر اعتباری ندارند. مجبوریم این حرفا رو بزنیم. هم به خود و هم به نیروهای چپ لطمه خواهند زد و کارشان در نیمه راه در واقع از طرف مردم باطل خواهد شد و زمانی به این نتیجه خواهند رسید که مردم در واقع به آگاهی نسبی رسیده باشند که به نظر من رسیدن و در انتخابات ها در واقع رأی قلابی به نیروهایی که وفادار به دموکراسی و عدالت اجتماعی نیستن ندن. به هر حال صحبت من امروز به درازا کشید. امیدوارم که در فرصتی در خدمتتون باشم.